من 14 هستم، در صنف 8 مکتب هستم. امسال میشدم صنف 8 مکتب میشدم. مشکل من شروع شد که مادرم از مادرم که ما زندگی میکرد خوش بودیم، که پدرم خوش بودیم. بعد از اینکه پدرم قصدار شد، پیسه مردم خورد، یعنی دغل بازی کرد. پدرم فریبکاری یعنی جلبکاری میکرد، از مردم با مردم دیگه میداد، از خود به یکی دیگه میداد دیگه. بعد از اینکه مادرم در خانه بود، پدرم غذا را به مادرم فروخته بود. مثلا سینه شبکی فروخته بود، دست شبکی یک شو، هر غذا را پدرم یک شو. پیش روی خود ما در حق مادرم کار خراب میکنن. پیش روی ما چیز گفتن نمیترسیم، به خاطر که خرد بودیم دیگه. بعد از اینکه مادرم از پدرم طلاق گرفت، ما بسیار گریه میکردیم که مادر ما را از دست نمیدیم. پدرم گفت که نمیشه، بخاطر ممی چی رفتن محکمه، ما را به قضا فروخت. پدرم گفت اینی از تو. پدرم همچون مادرم میگفت که نکن، خیر من چی میکنم، یا نگاه میکنم فقط نفقه‌شان ما بوده. پس مادرم دست وقتی که پدرم طلاق داد، دست به کارهای خراب زد دیگه. مرد نداشت که ما را جمع کنه، دست به کارهای خراب زد، به مردا پیش کرد خدا. وقتی که پدرم سرش کارا کرد، مادر نتونست تحمل کنه. بعد از اینکه پدرم گفت که دیگه زن کرد، در حالی که ما خبر نداشتیم که پدرم دیگه زن کرده. یک خواهر کلانم خبر داشت دیگه. ما گفتم که چرا نمیخواین ما خبر شم؟ پدرم گفتم ما دختر کم از اون خواهر کلام چی فرق دارم؟ ما میخواستم که شما مشوره بگیرید که ما چی حس دارم، که شما مادرم در باید بیارین یا نبیارین دیگه. من از 1 سال که پدرم قار بودم، کشان گپ نمیزدم، به رسمیت نمیشناختمشون. ما یک خواهر کوچک دارم، خرد کلانش کردیم. وقتی که پدرم طلاق داد، ما خواهر کوچک به دنیا مادر من ندیده بود، برای ما کلان کردیم و او بسیار خرد بود که مرا مادر صدا میکرد دیگه. از من بیبیم بسیار خفه هستم، یعنی که ما از بعد از اینکه در خانه بیبیم رفتیم، ظلم ستم سر ما زیاد شده. وقتی که به خواهر کلانم برابر سن کلان بود، یعنی 16 بود، بعد از اونها هم خوراک، پوشاک، کالای مقبول برشان میخریدن، اما کنایه رو به من میدادن. من چیز نمیگفتم به خاطر که زبان نداشتم، کلان بودن. من حالا احترامشان ندارم، به خاطر که ما خوراک ما که برابر سن نزنا بودن، آرامی میگفتن دیگه، یعنی آرامیست. به خاطر که خواهرم کلان است، چی نمیکرد، به احترامی چرا نمیکرد. من باشون گفتم که من از چی فرقی دارم، ما همون کارا میکنم، همون کار میکنم، ما هم درس میخونم، هم درس میخونم. بعد از این گفت که من یک نواسه دارم. پدرم گفته بود که مثلا از بابا جانم هستم، فرشته از مست، ناروان از جعفر است. مثلا ما تقسیم کرده بود به مردم تقسیم کرده بود. بعد از این من زیاد از پدرم نفرت کردم. بعد از این پدرم که ما را با دزدی با مخته میکرد، خصوصا مرا دزدی با مخته میکرد، کار با دزدی، من مجبور بودم کار کنم. چند روز من این مدت به خاطر که مجبور بودم کار با دزدی زدم به خاطر پدرم. مثلا که رابط فامیلیشان خراب بود، وقتی که پدرم بندی شد، مادر کلانم که به کاراشان نرسید، بیبی ما کرده بود یعنی پدرم. بعد از یک پدرم گفت برو دزدی کو از بیبیت پیسه بیبی، من مجبور شدم بعد مدت چند روز من این کار کردم. بعد از یک پدرم قدر مرا نفهمید، من دست به خودکشی میزدم، اما نتونستم. گفتم مادرم خوراکم شروع میشه. پدرم گفت من دیگه این کارا نمیکنم. پدرم بود دختر سگ، من دیگه تو کار ندارم، از تو نفرت دارم. بعد از این ما از شنوی کشتاندم دیگه. بیبیم همیشه مرد میکن پیسه، بعد از اینکه کار خلاص کردم باز هم پیسه دزدی میشه، بیارکم یا کاکایم میکرد. قبل از ما که من دزدی میکردم، کاکایم در خانه دزد معرفی شده بود، کاکای کلانم. اینا کار که میکردن اونا سرمن میشد. بعد از این سیم داغ میکردن یا سیم دوره میکردن که اتشکاستیم من رد کردن. من چیز نمیگفتم به خاطر که او کاری که من نماز خواندم، روزه گرفتم، که بعد از این کارا نمیکنم. وقتی که قدر مرا پدرم نفهمه، من او چی مجبوریت دارم کار کنم، به خاطر که مجبور بودم او کارا به خاطرش کردم. که پدرم در زندان است، چی میخوره همیشه به تشویششان بودم که چی میکنن خدا در بندی خانه است، من باشم باید ام پیسه رو ببرم. به خاطر که او مجبور بود، در زندان بود، ما در خانه زندان خانه انداخته بود، با ما خرج خوراک باید میداد. اما ما براشم فکر کردم که پدرم از بانک یک چیز بخوره، کار را بپوشه، در حالی که بره در پلچرخی دوستای ما یخ، بالای ما یخ، دوستای ما کبود میشد، گیرا میکردیم، پلچرخی میرفتیم.
که پدرم باش که سطح نان بود که برشان میبردیم که پدرم گشنه نمانه. خیره ما از لقمه نان خود بر از اونا میبریم، اما قدر ما یک پدر ما نفهمید، بیبی ما نفهمید. همیشه کار میکردم، مثلا بیبی ما خوش میساختم، کپای خنده‌دار میزدم. وقتی جگر خون بود کپای خنده‌دار میزدم که اونا خوش شوند، اما قدر من که نفهمیدن. ما تصمیم گرفتیم که در شیطر بیایم یا در دفتر بیایم. بعضی باز کاکایم در پالیم کاملا بهشان گفتم. شب بود که ما خوراکم گفتیم که ما را فکر میکردن خو میکردیم در دالیز یک جای، ما در خانه جای نمیدادن. در خانه میگفت که ما زن شوهر هستیم، تو باید میکردی. ما خوراکم در دالیز خو میکردیم، در دالیز یخ. بعد از خو میکردیم که یک شب ما خو میکردیم. نه میفهمیدم که ما کاکایم میاد در پالیم. من قید ماستر از اونا داشتم، در حالی که من زیادم دوست داشتم، کلشان دوست داشتم، ما همون رو دوست دارم تا حال احترامش ندارم. وقتی که خو کردم خوراک من عین در سر من انداخته بودن. بعد کاتو زیر پیرانی آمد بجا. خدا ما شوهر خواهم هستم. در پایم که قسم شد در قاد پایم حالا خیستم گفتم کاکا جان که تا صبح چشم پر کنم خواهم میکنم. گفتم خیلی نان میاد جان که نه. بعد از صبح شد که رفتم با مادرم گفتم. مادرم گفت که نه تو کار نمیکنه. با کاکایم گفتم. کاکایم گفت که تو سبارز بری با کس دیگه بودی. گفت که میای کاکای میکنی. گفتم ما چی مجبورم سر کاکایم تو میکنم. بعد چیزی دیدیم که میگم. بعد از او کاکایم کتما رابطش خراب شد بخاطر که میشرمید کتما سر میکنه کنه. بعد بخاطر که در حق ما تو کار کرده بود از من میشرمید که سمنا بالا سر کنه. بعد از او کتما رابطش دار خراب است. و ما هم کتش دار گرفت نداشتم. کاکای دیگه میا کاکای دیگه کلام از در خارج هستن. اونا بسیار از اونا شکرگزار هستم. از او بسیار خوش هستم که همیشه ما را برای راست حمایت کردن و کاکایی که خوردم هستن ورس نکردن. از اونا بسیار شکایت دارم به خاطر که من هم منال برم در وزک مثلا از اونا شکایت کنم. من بفهمن که ما شکایت کردیم مرا همون ساعت میاین همون ساعت میکشن. در قصه پروای نه پلیس هستن نه دیگه هستن. به خاطر که اونا بسیار مجرم هستن به نظر خودم. بخاطر کی فامیل خود روز را که عزت آبروشون اونا زیر پای پرتن. به خاطر که مرا مجبور کردن چند سال یک سال دو سال دختر تعامل کردن نمیتونن. من چند روز تعامل کردم زرات کتا کردم. همین براتون جمع براتون شام درنه است. تعامل میکردم به خاطر خوراکم. به خاطر هیچ کس نی، به خاطر پدرم نی، به خاطر خوراکم. دیگه بعد از دیگه من تصمیم گرفتم صبح یعنی به رقم پیش من گیران میکرد که نرو. من گفتم نمیشه. بخاطر من باید انتقام از خود بگیرم که من باید نشان بدم که من یک چی دختر رو بودم که شما فکر نمیکردید. من در خانه دیوانه معرفی بودم به خاطر که من چی بگویم دیگه کارهای میکردم که اونا رو خنده بیارم. یعنی من فکر میکردم من دیوانه هستم، بلکه نه من دیوانه نیستم. نه که ما با شما بگویم که شما برین همه خانواده‌ام صحبت کنین. نه خانواده شما یک چیز یک خدا مهربان نشان میدن که من بسیار پاک هستم. یعنی نواسی من خوب نگاه میکنم. پس مثلا به شما راضی کنه شما میخواین من برم تسلیم شم نه. من نمیخوایم برم نه فامیل من که ما شما ضمانت کنم اونو ما شما چی میفهمید که مرا بکشه از قبل کنه رو شما چی کنم. ما هیچ نمیخوایم اصلا اونا رو ببینم. نمیخوایم اصلا اونا رو در کنار خود احساس کنم یا دیگه گپ. نمیخوایم نه پدر ما داشته باشم. فقط میخوایم درس خود بخونم تحصیل خود کنم تا جایی برسیم که زنان افغان سر ما افتخار کنن یا افغانستان سر ما افتخار کنن که این قسم دخترای در افغانستان هستن که باعث افتخار افغانستان میشن. در مخانه هستن. من نمیفهم چی میکنم. شوق تاریک میشه، دلم تنگ میشه. میگم سر میام بکنم نخواه زنده نمانم. امیالم پیش شدم نمیتونم خانه رفته. میشه قصیج کدامشان نیستم. فقط در تشویش خوراکم هستم که چی میکنن چی میپوشن. از پوشیدنش خودم کدام چی ندارم. میگم غصه و تیزا نکنم به خاطر کلانه هستم. میفهمم به اسم مادر من میخواست او رو نگاه میکردم کسی نیست که متوجه باشه. خوارم درک هیچ نداره. خوارم هیچ درک حتی او را میزد میگه برو جای مدینه خواب کن. من فقط تشویش خوراک مدم تشویش هیچ چیز ندارم. از مرکز حمایتی هم خوش هستم. برام تحصیل میدن درس میخوانم برام محبت میدن. محبت که از فامیل ندیده بودم اینجا دیدم. خوراک و پوشاک که اونجا میخوردم اینجا خوردم اونجا نمیخوردم. و مثلا که در صبحانه خوارم بخاطر تخم خودم میکرد یا چی و من از سرس چای شیرین میخوردم. میگفتن که نخو که مریض میشی چاق میشی تو میشی. من از سرس میخوردم. چای شیرین نکرد خوراکم
حمایت کردم. چند سال که بودم حمایت کردم از خوراکم دیگه. خورم 7 ساله بود، 7 ساله شده دیگه. امسال مکتب میره. پیام به خانواده است که دختر نواسای خود، دختران خود ذلت قرار ندن، سرشان اعتماد کنن و دیگه نمیخواد دختر افغان میخواد که درس بخونن، نباید مامانی درسشان شود، پدرمانشان یا ذهن سن خود اونها را آرسی کنن. من اینقدر ازشان خواهش دارم که متوجه نواسای خودم باشه یا اولاد خودم باشن.